پناهجویان از خاور میانه به آفریقای شمالی همچنان فوج از مرز یونان با مکدونیا عبور میکنند. در اردوگاه پناهجویان در گوگل مکدونیا آنها را قبل از نشستن به اتوبوس و قطارهای راهی مرز صربستان ثبت نام میکنند. آنها با هدف دریافت پناهندگی قصد کشورهای پیشرفته‌تر اتحادیه اروپا را دارند. پرزیدنت کمیسیون اروپا با منظور رسیدگی به موج مهاجران نقشه اضطراری را نشر کرد که کوچاندن 160,000 پناهجوی فعلا در یونان و مجارستان و ایتالیا قرار داشته را در نظر دارد. طبق این نقشه هر کشور عضو اتحادیه اروپا باید یک کوته حداقل پناهجویان را بپذیرد. اداره پناهندگان سازمان ملل میگوید تنها روز 7 سپتامبر بیش از 7,000 نفر از مرز یونان با مکدونیا عبور کردند. دکانداران در شهر پشاور پاکستان در چارچوب یک کارپارتایی سراسری علیه انداز نو بالای انتقال پولهای بانکی دکانهای خود را بستند. تاجران خشمگین علیه قرار حکومت فدرالی شعار می‌زدند. طبق قرار حکومت بالای هر نوع انتقال پول از طریق بانک‌ها 0.6% انداز بسته می‌شود. تا سال جاری تحویل پول از طریق بانک مجانی بود. در کابل پایتخت افغانستان با مناسبت هفته شهید یک مراسم دایر شد. هفته شهید به یادبود قهرمان مقاومت احمدشاه مسعود و همه آنهایی است که در جنگ‌ها علیه اشغال افغانستان از سوی ارتش شوروی و هم در نبردها علیه طالبان کشته شدند. رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی در این مراسم سخنرانی کرد. رئیس جمهور کنونی اشرف غنی نیز از طریق رابطه ویدئویی به اهل این نشست مراجعت کرد. هفته شهید روز 9 سپتامبر در سالروز مرگ احمدشاه مسعود که سال 2001 در یک سوء قصد کشته شد آغاز یافت.